از خروج نیروهای تا بدندان مسلح شوروی وقت از افغانستان 33 سال می‌گذرد، اما خاطرات تلخ و زخم‌های بجا مانده از آن هنوز ذهن شهروندان افغانستان به ویژه باشندگان بلخ را می‌آزارد. شماری از فرهنگیان بلخ می‌گویند قشون سرخ با یورش بر روستاها و خلق وحشت در میان مردم خشم شهروندان را در برابر خود گسترش داد که این خشم شکست سخت را برایشان رقم زد. شوروی ها آمد و نام شوروی برای مردم افغانستان بسیار سنگین تمام شد که وقتی قوا در قشلاق‌ها می آمد همه مردم فرار میکرد. بعضی ها پیرمردها که بود سیل میکرد، ما که بچه بودیم سیل میکردیم که تانک ها قطاری از تانک ها در قشلاق‌ها می سربازای شوروی چشمایشان سبز بود و لباس های نظامی و تانک ها مردم هم از زن و مرد فرار میکردن میگه شوروی ها آمده. تا سرانجام مردم در برابر از اینا مقاومت کرد و جنگ کرد، کشته داد، قربانی داد تا سرانجام اینا رو در 28 دلو 1367 اینا رو از کشور خارج کرد. یعنی یک بافت فرهنگی بین دو کشور نبود. آقای آزردک که خود از گواهان حضور قشون سرخ در افغانستان بوده است میگوید که ارتش شوروی نه تنها به انسانها که حتی به حیوانات نیز رحم نمی‌کردند. او یکی از خاطره‌هایش را این گونه روایت می‌کند. مردمای مالدار اینا میخواست که شترهای خود از دشت طرف دریا آب بیاره، آب بنوشه، کنار شترها خود آب بده و یک وقت که دید که قوای روسیه آمد به خاطر گرفتاری روسایی که اختطاف شده بود اینا ربوده بود مجاهدین، یک دفعه سراسر فیر کرد، بیش از 400 شتر در قریه ما کشت. به خاطر که اینا میگن اینا بسمچیست از پاکستان سلام میاره، در حالی که نه، اینا مالدار بود، مردم شتر داشت، مال داشت، گوسفند داشت. اینا به خاطر که مال در فصل 3 ماه تابستان رو به ایلاق انتقال بده، هر خانه 8 تا شتر 5 تا شتر داشت، 3-4 تا شتر هم اینجا کشت. از سوی هم برخی از شهروندان ولایت بلخ به این باورند که افغانها هرگز زیر بار ظلم نمی روند و همیشه به متجاوزین پاسخ دندان شکن داده‌اند. روس هم همونطور که سر کشور ما تجاوز کرد، درس تاریخی دادیم. به یه ابرقدرت باید درس باشه که دیگه در کشور ما چپ سین هیچ اجنبی اگه خواسته باشه در این وطن تجاوز کنه، ما درس تاریخی میتیم. ما افغان هستیم، افتخارات ما همیز، غرور ما اجازه نمیده که اجنبی در خاک ولا آمریکا باشه، شوروی باشه و یا کشور دیگه. چون آمریکا هم دیدین که اواخر ما چطور شکست دادیم، شکست خورد که 28 کشور در یک کشور دخالت کردن. گل یعنی همت و غرور و مردانگی ما افغانا بود که آمریکا هم درس تاریخی دادیم که دیگه در کشور یادشان باشه که تجاوز نکنه. قشون سرخ شوروی در سال 1358 وارد افغانستان شد که با سپری کردن 9 سال سرانجام در 26 دلو 1367 خورشیدی تن به شکست داده و از طریق شهرک بندری حیرتان افغانستان را ترک کردند.